الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن صدق الله العظيم. سوره حجرات آیت 11 الله سبحانه و تعالی میفرماید که کسانی که ایمان آوردین لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. منظور ای که قوم در اینجا اطلاق میشه بر مردها هم و در دوام میآید زنها. میگه اول مردها را میگه یک قوم دیگر را تمسخر نکنین، استهزا نکنین، مذاق نکنین با قول ما. شاید میگه همو قومی را که تو مذاق میکنی، استهزا میکنی، مسخرش میکنی، او از شما بهتر باشه. ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن. یا زنهایی که طعنه میکنین یک زن یا زن دیگر را پس میکنین، شاید همین زن ایامی قوم شما بهتر باشه. گفته این آیت علما در تفسیر میارن که شان نزول این آیت دو نوعه. بعضیا میگن که در مورد سرمایه‌دارای مشرکای عرب برای که سرمایه داشتن، لباس زیبا داشتن، میگه صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین به مانند عمار و خباب و سلمان و بلال خندیدن که لباسای که ندارین شما پستین و مزاح کردن. همین آیت نازل شد که و میخندیدن. و امروزه همین افرادا هستن. یک آدم در پیش اگر با لباس کهنه باشی، یکی پست باشی، مزاح میکنن، استهزا میکنن، میخندن. بعضی علما گفتن که این در مورد ام المؤمنین حضرت صافیه زن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه آمد پیش رسول خدا گفت که یا رسول الله مرا طعنه زدن، گفتن که تو یه دختر یهودی. مرا همین زنکای مشرک طعنه زدن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جواب گفت که ای صافیه نگفتی که ما پدرم حضرت هارون علیه السلام، امکیم امو یعنی امکیم گو حضرت موسی علیه السلام، شوهرم گو محمد صلی الله علیه و سلم میگفت. یعنی طعنه زدن الله سبحانه و تعالی بسیار در قرآن در این سوره میاره که یک مختصر ما شما را میگم که یک کس خندیدن، یک کس استهزا کردن، مسخره کردن، عیب جویی کردن بسیار کاری بده. در حلیات الاولیا حضرت وهاب ابن منبع رحمه الله میاره که میگه ان اعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بالله السخرية بالناس. میگه از همه گناه بزرگ، گناه عظیم نزد پروردگار بعد از شرک الله یعنی سخریه، یک کس مزاح کردن، یک کس استهزا کردن، یک کس پس زدن، یک کس در پیش مردم حقیر کردن. با مانندی که بگوی توی بسیار امروز گپایی که ای پاپوشی ترابی، ای افتی ترابیو، ای کرتای ترابیو، ای لباسی ترابیو. این میگه خیلی بزرگه، گناه بزرگه. میگه که یک کس مسخره کنی، استهزا کنی. یک آدم نمیشناسی، نمیفهمی. بسیار آدما لباس نگاه میکنن. یک пословица دارن روسا میگه встречай по одежде, провожай по уму. میگه لباس نگاه کو، بعد بشی چخیل آدمه، بعد اول نگاهش میکنه که آدمی که کم بغل هیچ اهمیتش نمیده، با یکی میبینه که یا آدم حلیمه یا آدم اولیاء، بعد میگه چیش میگه. این غلطه. باید ما همه وقت با یگان کس بدبینی نکنیم. حدیثی که همین استاد گفت باید ما اگر مومن کامل باشی چیزی برای خود دوست می‌داری برای دیگران دوست ندار. یک کس هم خیلی مزاح کنه، یک کس هم خیلی گپ بگه. ما چیکاره؟ ما فقط ظاهر آدم نگاه میکنیم، ما باطنش نگاه نمیکنیم. یا خیلی آدم میبینید ظاهر لباس داره، ماشین قیمت داره، تلفن قیمت داره، سرمایه داره، نه که درونش دا خوب مردگه. یک آدم میبینه که فقیره، نه که او دوستی خدا مثل حضرت بلال. حضرت بلال قطعی نمیشتن، قطعیش اوقات بخورن سرمایه داره. نه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وحی اومد که بلال بگو زیق نشود، قطعی تو در یک چیز، در یک جنت در یک دسترخوان میخوری.
ولی شعر مشهور ایده میگه کهنپوش در نزد چشم اهل جهان اگر ملک باشد خار است. میگه اطلس پوش اگر خر باشد السلام بسیار است. یا خیلی آدم هم میبینید چیه؟ یکی نمیدونید که این آدم چقدر از خدا و رسول دوره، چقدر آدمی فاسقه، چقدر آدمی چیه؟ یکی ما نگاه میکنیم که لباس داره، فخر میکنه، میگه بینگر و چرخ زمانه که کمر شکن است، منوز برنگ لباست که آخر کفن است. در لباس و در چیز نباید ما یک کسا ای ظاهر ببینیم چی کنیم، مسخره کنیم، بخندیم، عیبجویی کنیم. یا زنها میاد زنهای دیگر طعنه میکنن که او چی لباس پوشیده، او چی معرفت داره، او عیب شده، او با همون شوهر، خیلی چیزا رو باید میگه رسول اکرم صلی الله علیه و آله که نباید در تفسیر همه آیه میاد. بعد دومی همه آیه میگه که ولا تظلموا انفسکم ولا تبغضوا بالالقاب. میگه شما یکدیگر بر چی نکنید، با لقب و با عیب جویی نکنید، با لقب بد صدا نکنید. ای فلانی خر، ای فلانی خوک، ای فلانی نمی چی، ای خیلی صدا نکنید. با القاب صدا بزنه که همون خوش بیا، مثل علی شعری خدا میفتنه، علی اسدالله، خالد ابن ولی سیف الله، یک لقبش بگو ملک شو که همون این ملک راحت کنه، همون لقبش ماشاءالله همون لقبش بشنوه بگم مرا یک نه که با یک لقب عیب جویی میکنی و مسخرش میکنی. این خیلی چیه؟ ابن کثیر میگه همین مسخره با عیب جویی این فرق داره. این قدر میگه یک کس مسخره میکنی در مابین همین دو سه کس مسخره میکنی، در رو پیش میخندونی مردم او را پس میزنی، نه که عیب جویی میگه چی در پیش چی در قفاش این اومای این با کمتر جرمش بالاتره. نباید یک کس استهزا کنیم، مسخره کنیم، نباید یک کس مزاح کنیم. در حدیث ها میگه که اگر تی یک کس دیدی که شعله لنگه کوره تو را صدا نزد، ای کر، ای کور، ای چرچشمه، ای فلانی، هر گپ میگه، خیلی نگو میگه صدا نزن. تو یک آدم مفهومی حدیث یک کس در پیش یک کس ملک شو حقیر میکنی، مزاقش میکنی، خداوند تو را در پیش 100 کس هم خیلی قدر تا پس میکنه، مزاق نمیره. چقدر که رسول خداوند میگه که رسول خدا میگه اگر خدا میگه که شما مرا در مابین 10 کس یاد کنید، من شما را در مابین عام یاد میکنم، در مابین بسیار یاد میکنم، شما یک کس مزاق میکنید، شما در مابین 2 کس 3 کس را مزاق میکنید، تو روزی میشه که تو خود در پیش 100 کس هم خیلی چی میشه مورد استهزا و مسخره و تمسخر قرار میگیری. با همین خاطر نباید یک کس بخندیم، یک کس مزاق کنیم. قرآن هم در سوره بقره میگه که هر وقت صحبت کردین عزیزان من حرف خوب بگین، مردم دلخراش نشین. و قول للناس حسنا، شما صحبت میکنین مردم خوب. اولی استاد گفت ما دغل نمیگم که شما خیلی که شویا شما دیگر خیلی بفهمید، شویا شما دلتون بخرا، شما خفش نه همین صحبتو. نه که هر وقتی صحبت کنی با نرمی، با حلیمی، با خوبی. و قل لهما قولا کریما، سوره اسراء فکر کنم قری میگه که شما وقتی صحبت کردین یک کس چیکاره گپی خوب بگین، یک حرفی بگوش که همون ماشاءالله بگم مرا ملک شو یک گپی گفت که فخر کنه، اگر او در حالی که همون خیلی نیست او را یک تعریف کنین، یا چی با قول معروف میگه یک تحرکش بتین، یک چیزی بتین که ماشاءالله بگم من همه خیلی. ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه از راه میگذشت، مردم گفتن اینا شناختی که گفت امام عزیز امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله این شب زنده داره، شب خواب نمیره. میگه رفت دیگه تهجد ترک نکرد، گفت مردم در مورد من خیلی فکر میکردن ما باید انسان با همین گپی خوب هر وقت صحبت میکنه گپی خوب بگه. هیچ وقت آدم چی نکنه. از همه گناه عظیم بود بعد همین آیت دومی آیت میگه بئس الاسم فسوق بعد الایمان. میگه بدترین گناه بعد ایمان آور کافر شدن، فاسق شدن. کافر شدن چه خیلی فاسق شدن. یک کس تکفیر میکنی، یک کس استهزا میکنی، مذاق میکنی، یک کس حقارت میکنی، یک کس پس میزنی، فاسق میشه. فاسقی چه ارزشی نداره پیش خداوند. اگر خدای نکرده همین آدمو همین استهزا و مسخره را کسب گرفتیم، کارشون فقط همین یک کس دید مذاق میکنن، یک کس دید فقط او کورا فیرود کردی، او لنگا فیرود کردی، او نخرا فیرود کردی، هم خیلی آموخته میشوند. در دوام آیت میگه و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون.
اگر توبه نکردن مردن با دوام دادن استیزاشون با همه چی. این خیلی افرادو نعیم جان هم بهتر میدونه، در شما هم ملک شما میدونین، در همین مبین ما، در همین قوم، در نسل ما، در همین جایی که زندگی میکنیم محل بسیارن. هر آدم دیدن یا نش میزنن یک سخن میگن، یا که همو خودش نیست همو آدم، همو آدم پیش همو آدم در نوم شبگی استاد یک چیز میگه که او خیلی بدونه ایتری بود. با همین خاطر اینقدر آدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه اومدن گفتن یا رسول الله اگر خداوند انسان دوست بداره چی میده؟ گفت اخلاق خوب. اخلاق خوب چی؟ و اخلاق خوب میگه که یک کسا چخیلی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشت میگه این اخلاق خوب مادر رو پرسیدن که اخلاق رسول الله چه؟ قرآن گرو گفت که اخلاق رسول الله قرآن. یک کسا تأخیر نمیکرد، یک کسا پس نمیکرد، یک کسا استهزا نمیکرد، مورد تمثل قرار نمیداد، مذاق نمیکرد، یک کسا نمیگفت که اینجا بخی اونجا بشی، یک کسا نمیگفت قدت پست بلنده. باید انسان امروز چی شده؟ یک سخن رو میشنوند میان سخن دیگه خیلی میفهم. امام شافعی رحمت الله علیه میگه نشسته بود در مسجد، یک دفعه یک آدم اومد پیشش، در بدی یک آدم دیگه پیش امام شافعی رحمت الله علیه گفت فلانی خیلی فلانی تری، سرش خیلی پشت تری، لنگ کوره، هم پستش عیب جویی کرد، هم خیلی گپای بد کرد. آدم از ذکر کرد که هم خیلی آدمه. امام شافعی رحمت الله گفت فاین صدقت و انت نمام، اگر تو راست بگویی گفت تو سخنچینی. سخنچین نمیدونی نه؟ داخل جنت نمیشه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله از مابین دو تا قبر گذشت، یه حدیث مشهوره. گفت هر جا در عذابه. گفت چی عذاب دارن یا رسول الله؟ گفت یک پیشاب میکرد، پیشابش چی؟ پاک نمیکرد، خوش نمیکرد. دیمش گفت سخنچین بود، جنگ میداد. میگه هر کسی که بر تو سخن دیگران را آورد و شمرد، یقین بدان که سخن تو را به دیگران خواهد برد. اگر تو در همون آورد تو را پیش دا گفت که ملک شو ای هم خیلی تو در همون گپی او دادی، گپی او را گوش کردی. ما در همین زندگیم دیدم مردکایی که ماشاءالله یگت بدیان خداتر ای حدیث هم بخبر بدیان. همین اومد گفت که گوش که پیش من در نام یگون کسا نگیریم، پیش گم نمیزیم. همون آدم گفت بعد تو گفت تو همون آدم بد میبینی، تو همون آدم شو میبینی. نه که همون آدم گفت مثل برادر ما قچ میشینه میگم پیش من اگر نظر گفت برا گفت درم روش بگو. گفت این خیلی ما در پیش میای بس یک بار خب کردم، گفت دو بار خب کردم، سیم بار گفت کو دیگه خیلی خفن میکنه نیاری خبر اومد. خدا رحمتی مادر ما فعلا همین مردکی داشت میگفت که بچه هم ای درد رو اومدی خبری بیرون نبود، هر خبر نیار. یا که میگو خبرم آوردی خبری خوشم بیار، خبری بد نیار. خبری بد ملک شو میرسه. امیک فلانی با آور یکد یا کوری بد چی در و گپش میفرسه، نه که گپی خوب نمیرسه. نمیگن که مولوی حاجی میرزا یا که دامرو محمد علی فلانی این گپ خوبه گفت، این خوبه درم نمیرسونه، نه که بعدا میرسونه. بعد خودش میاد هر وقتی اومدی گپ. بعد گفت فاین کذبت، اگر تو دروغ بگویی و انت فاسق، تو گفت فاسقی. اگر تو با همون کار فلانی رو آوردی دروغ کوش قدیمه دا گفتی تو فاسقی. گفت امام شافعی. یعنی با همین خاطر همه وقت حرف زدین حرفی خوب بزنین، گپای خوب بگین. این دنیا هیچ ارزش نیسته، هیچی. کی میدونه چند خیلی دیگه از استاد گفت که من اینجا بخیزیم فردا در سر کی چی مصیبت میاد، چی گپای عمری چند کسه آینده چند عمری دیگه مونده ایم. خوب اکی نیست که فکرست نه که ما همه هر کار کنیم، نه خرسندی خوشگذرانی کنیم، نه یعنی همه خیل کنیم که بعد ما یک گپ خوب بزنن بگم ماشاءالله. حدیث داریم بعد مردن کسی بگه که ماشاءالله همون انسان سروش نعیم جان یا ملک شو مولوی یا جای کسی باشه بگن انسانی خوب بود انشاءالله. و همه خاطر همه وقت در جای شدین قدر یک دیگرتون رو بدونین. شوخی قطعی کردیم با شوخی نیکی او را چی کنین. حتی بعضی شوخی ها را رسول اکرم مند کرد که شوخی همین خیلی باشه که همون طرف میگه حضرت علی خیرمو را میخورد دانش پیش رسول خدا داد میمون. بعد میگه خدر اومد میگه صحابه کرام گفت یا رسول الله ماشاءالله از خیرمو اشتیاق داریم بسیار خورده. خیلی گفت خیرمو را من خوردم شکم علی جان سیر شد. گفت شوخی را خیلی گفت که همون طرف نبوده یک کس صریحتاً یک کس مذاق کردن یا یک کس در همون دروغ همون بیچاره هم خیلی هم نیست دروغ گفتن. یک گناه
عظیمه. خداوند کریم ما و شما رو عامل به حدیث بگردانه و